شر لهرم آلوستر دبه و نیشانه عنین شر نو دردکوین پیش. سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی به فرمی را گهاند گو وان کشتیه که ایرانی لدریای قزوین آرمانچ کرد. جالی ایرانی وجی برسوه تون درکت وزارت در یا ایرانی ایریشا اوکراینای به تندی شرمزار کرد او اشکره کرد گو ایران ده برسفدایینا و ایریشه ده دودل نبه. تاوی گو شر اوکراینا و روسیای بردوام دکه لیوی جاری اوکراینا نه ایریشی روسیایی دکه لی ایریشی ایرانی دکه. سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی به فرمی را گهاند گوان کشتیه که ایرانی لدریای قزوینی آرمانچ کرد. داخویانی ولودیمیر زلنسکی یا لسر ایکسی بفیرنگیه. ما به ایریشین دور آویج لدریای قزوینی انجام پرخورد به دست خستن. دناف ده کشتیه که ایرانی جی گوجبو و گوهستنا بال هلگرین لشگری دهاتن بکارانین هات آرمانچ کرن. پشتی داخویانی زلنسکی ایران به تندی برسفدا. وزارت درویا ایرانی جی اف آگاهی پشتراست کر و دازانین کو کشتیه که بازرگانی ایرانی لدریای قزوینی جالی هیزی اوکراینی و هات آرمانچ کرن. لگوری داخویانی وزارت ده ایریشا اوکراینای ده دریوانک هاتا کشتن و یک جی بریندار بو. هروها ایران اف ایریش به تندی شرمزار کر و وکی بن پیکرنک قانونی ناف دولتی بناف کر و ها اشکره کر. اوکراینای به وی کریاره نتنی حقوقا ناف دولتی بن پیکر لی ده همان دمی ده هول ده شری لحریم برفرهتر بکه. ایریشا رژیم اوکراینای و مکرهاتنا ویا اشکره بال پشتانی زیکاتیا نعاقلانه و دجمنانه یا رژیم اوکراینای لهمبر ایرانیه. ایران دیجبو پاراستنا برجواندی و اولهی خویانتویی دودل نبه. اوکراینا و آلیگرین ویج همو انجامین وی بویری برپرسیارن. چاودیر دیار دکن کو اف ایریشا اوکراینای با آوهای کی اشکره پیامک جبو هیزین کو نهال دجی ایرانی شرط که.